نام است. یک چیزی که طی 100 روز بعضی خانما ناراض هستند، گفته میشه که اونا حق خودم میخواین و بر ما میگن حق داده نشده. کدام مظاهراتی را حق؟ که شما امی دیدید، کدام حق؟ یک دقیقه اینا کدام حق داشتن؟ کدام حق؟ امو در حقی که در دوران عین و غین و غنی و بعضی های دیگهش بود، کدام حق اینا شما میگین؟ در دوران فضلی که در هر که میبردن و در هر که امو حق میگن، اما حق دوران فضلی را شما قصیش میکنین؟ کدام حق؟ امو حق را که شکریه بارگزای و فوزیه کوفی میره دعوایش میکنه در غرب شرق برای مسئله شخصی خود؟ کدام حق آیا میگین؟ شکریه بارگزای، کدام حقوق فوزیه داشت؟ کوفی و امثالش نمایندگی از خانمای افغان نمیکنن و نمیکردن؟ نمیکنن، قطعا نمیکنن. اونا کلشان مسئله شخصی خود پیش میبرن. ما شما که حقوق زن میگیم، بهترین حقوق زن در اسلام داده شده. بهترین حقوق زن در این حکومت اسلامی ما تمام خوارای ما میبینن که بچه قدر عزت که در بیرون میرن کسی ها را غرض نداره. خدای نخواسته کسی از اینا تجاوز نمیکنه، اینا را نمیگریزانه، دیگه نمیکنه. الحمدلله یک ماحول اسلامی است. حق حقوق زن اصلا در اسلام است. شما حقوق زن میگین، بیاین امو هر خواهرم که دعوای حقوق زن داره سر در گریبان خود خم کنه. کدام حقوق شرقی را غربی را میخواین در افغانستان؟ امو فمینیسم میخواین در افغانستان؟ امو رو شما حقوق زن میگین؟ فمینیسم هیچ حقوق نداره. زن که از تا اندازه آخرش استفاده میشه دمی غرب دمی شرق. 20 سال اینایی که چند نفر میگفتن که ما به نمایندگی از خانما برآمدیم، حق و حقوق خانما را میتیم، اینا چی کردن خیلی وقتی که شما را نماینده مردم افغانستان نمیدانین؟ اینا فقط جیبهای خود پر کردن. علیزای صاحب، اینا فقط جیبهای خود پر کردن، مقاصد خود پیش بردن، باند و بازی خود پیش بردن. اینا فقط اونمو استفاده کردن از نام زنها، از تایتل زنها اینا استفاده کردن. عالم ببینین امی فوزیه کوفی 4 طرف در خودش از افغانستان گریخت رفت، در 4 طرف میگرده و در 4 طرف سر و پای میزنه. یک مطلب طلب است. یک زن، این زنها از جمله زنهای اینا واقعا در نام زن یک شرم هستند. در نام زن اینا شرم هستند، چرا که اینا میشه مقاصد خود پیش میبرن. حقوق زن در